چطوره؟ ملت نمک نشناس تا حالا ریش سیبیل ندیده بودی؟ دفعه اولتونه؟ خدا رو شکر. اگر حجاب ما را به 1400 سال پیش میبرد، برهنگی شما را به عصر حجر و گل شیفته میبرد. کن لختان عصر حجری. سیبیل من نشانه ایمان من است. من خیلی سیبیلم رو دوست دارم، سیبیلان فرفریم را. اگر شما کن لختان عصر حجری کتاب‌های تاریخ را مطالعه کرده باشید، زمان ناصرالدین شاه و قاجار تمام سگلی های ناصرالدین شاه سیبیلو بودند. سیبیلشان را به سیبیل ناصرالدین شاه میمالیدند. خودش یک نوع عشق بازی است. مرد شورده ها. شما اگه زیر بغل من رو نگاه کنید که اصلا میدوید. تمام خواهرانی که پاییمان هستند و رتبه های بالایی در ستاد دارند سیبیلو هستند. بدون سیبیل که نمیشه اصلا شغل جایی گرفت، یارانه گرفت. هرچه سیبیل پرپشتر باشد یارانه بیشتر، غذای مفت بیشتر و وحشیگری بیشتر. شما اگر به این ویدیوهایی که برای آن کندخت عصر حجری به اسم مسیح میفرستن اگر دقت کرده باشید، تمام زنانی که در اتوبوس و مترو در حال وحشیانه در حال حمله هستن همه سیبیل دارن، سیبیلو هستن. بله، ما به این سیبیلمان بسیار ارزش قائل هستیم. ما برای خودمان مردی هستیم، مردان زن نمای سیبیلو یا زنان مرد نمای سیبیلو فرقی نمی کند. بترسید از سیبیل های من. بله، احساس سکسی بودن به هم دست می دهد. این سیبیل هایم به خودم می بالم. شما کن لختان عصر حجری حسادت کنید که ما بسیار پرمو هستیم. ما خواهران پر ایمان حجابمان را رعایت می کنیم و سیبیلمان را پرپشت. سیبیلمان و حجابمان هر دو در حال مبارزه با شما کن لختان عصر حجری خواهند بود. آره، بروید کن لختان